خیلی خوش آمده به کانال خودتون. قرار بریم سراغ ماموریت بارون فلاید. همین دوست عزیزمون که چند قسمت قبل از سقوط یه هواپیما نجاتش داده. این ماموریت فرعیه، اگر به ماموریت اصلی مربوط نمیشه بریم برای اعدام. حرفاشو گوش کنید. Good to see you. Hey man, need your help with something. I am pissed. Guess what I just found out? You know how most of the guys like us buy their gas at the fishing village? Turns out those gas station assholes are taking the money they make and giving it to the factions, who then try to screw us. This fuel station's got to go. You want the job? See, this is how real mercs operate. Thinking ahead. It'll be fun. Here comes trouble. بیشتر یه جور حس انتقامه، مثل اینکه رفته برای سوخت و سوخت بهش ندادن، همون به حساب حالا بنزین یا گازوئیل، و ما الان میخوایم بریم انتقام بگیریم. یعنی یه جور تلافیه، حالا انتقام نه. این دوستان برای ما مشکل درست کرده. به منطقه رسیدیم و چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که با کل ارتش UFLL نیاز نیست ما درگیر بشیم و فقط میخوایم این مخزنهای سوختشون یا جایگاه سوخت از بین ببریم. حالا یکی دو نفر اگر هستن حذفشون میکنیم، ولی خب شلوغ کاری زیاد هم خوب نیست. بعضی وقتا دلیل خوش‌طبعی ها به اندازه یه بی‌احترامی ساده این از هر چیز دیگه خطرناک، چون وقتی مرگ اینقدر آسون معامله میشه یعنی هیچ کس دیگه واسه زندگی ارزش قائل نیست. من یه هفته بازنشستم، اما دوران سفرم به فارکرای یه جوون 19 ساله بود و این تجربه تلخ رو داشتم.
خب این ماموریت تموم شد، الان باید برگردیم به بار و گزارش بدیم که مشکلی نیست دیگه، میتونی راحت با خیال آسوده بخوابی. پیغامت رو رسوندیم. این دوستان ما یکم شروع کاری میکنن، هم آرامش میکنیم. Bloody hell, he's there! Let's move in! Take him down, I'll hold it! Move, let's go! متاسفانه 4 نفر بیشتر نیستن ولی اذیت میکنن. حالا نمیدونم از 4 طرف دارن میزنن با هم دیگه و من هی دارم میگم خدای از کجا دارن چی میکنن. این داداش هم داره ریگوت میکنه. اینه ادعایی یه خوابیده زیر من و تت متاسفانه یکم تو به من تیراندازی شد و ماشین من کوچه عقب شکسته. ورزش میکنیم؟ آروم باش. ورزش صبحگاهی الان تابلو پشتش میفته. بگذاریم. ¿Qué pasa? So how's that fuel depot? That's what they get for screwing with us. We're a good team. حتما که ما تیم خوبی هستیم. دوستان نمیخوام وقتتون طرف بشه برم بخوابم بیام ویدیو قطع میکنم. این داداش من که هم حالا فهمیدم چه خبریه. مشکل Guess what? Why you walk away? Mi hermano got some good news. You ever heard of cat? It's this leaf like tobacco, but better. It's coffee and pot put together. Dudes in the desert live on it. It's awesome. They're growing it out in the greenhouses. I was thinking, we should get some of that shiznit. They got a whole sack of it sitting right out in the open between 2 greenhouses. You want to try and get it? My man. When you come back, we'll try it. اول بذار زنده برگردم بعد میام اینجا میشینیم با هم تست میکنیم. محتاط. خب بریم ببینیم چه خبر است این گلخونه. داداشی من قول نمیدم این ماموریت خوب پیش بره. این ماموریت من چند بار سعی کردم یواشکی بازی کنم و چند بار سعی کردم با بحثانی بازی جفتش با مرگ. منتظر این ماشینه بیاد که دست تلا اذیتمون نکنه. دوستان گلم بهترین اسلحه که الان لازم داریم یه دونه شاتگانه واقعا خیلی خوبه. یه SMG اتوماتیک هم خیلی خوبه. این اسنایپ هم چون ما یه 2 تا تک‌تیر انداز داریم توی منطقه میخوایم خلاصش میکنیم. البته من اینجور که من وارد میشم تک‌تیر انداز من نمیبینم ولی اگر شما جور دیگه میخواید حتما باید مگس سر نمیزنم. میخوام یواش میواره چه من آدم زیاد کشتم به اسم وطن، به اسم وظیفه، حتی به اسم بقا، اما هیچ وقت نفهمیدم آدم چرا باید جون بده تا چند تا یاقی یه لحظه نعتقی بیشتر بشه. اینجا جنگ که جنگ نیست، تجارت بیهودی. اون داداشمو ندید اینم که داشت سیگار می‌کشید. داشت سیگار کیف کن تا ما بریم. بچه اصلا خب باور اولین بار به اینطوری اینقدر داره خوب پیش میره.
بدبختی. Come on, come on, come on! Watch your six. There might be guys trying to flank us. Bloody hell, come on! I'm going in! بچه همونطور که میدونین واقعا بهتون گفتم اینجا محال آروم پیش بره و بیشتر شده. حالا تازه سعی کردم تلفات به حداقل برسونم و کسی نکشم، اما متاسفانه اینا خودشون دوست ندارن این اتفاقی. فقط یه سوال واقعا برادر عزیز، به خاطر چند تا دونه گیاه باید ما این همه کشته را بندازیم که چی بشه؟ که میخوایی اینا چیکار کنی آخه؟ بدون اسلحه شاتگان اینجا نمیتونستیم حریفشون بشیم، چون واقعا خیلی به هم بد میزن و تعدادشون زیاده، نمیتونیم یکی میزنی 3 تا میخوریم. و بریم برای ادامه دیگه. این ممنوعیت هم تمام است و بریم ببینیم که این دوست عزیزمون ذوق زده. یه دور الماس اینجا هست، اول اینو بردارم من برم. از این بالا میشه بردار. این داداشم نمیدونم کجا بودی آخه تو ساعتا از قافله عقب مونده الان اومد. حتی اگه از اون ماموریت جون سالم در ببرم اینجا حتما منو خواهند کشت. دوستان عزیز بریم استراحت، الان موقع جنگ خوبی نیست با من الان یکم خستمه. متاسفانه این ماموریت های فارغ همشون همینطوری، از یه در میزنی از اون در میزنن و تمومی هم ندارن. یعنی همین که من چشم بدم برم و بیام دوباره بیرم اینجا 3 نفر بیشتن. بداش از اون بالا میگید چرت ندن میگه.
هوا بالونی و شرجیه. وقتی که رانندگی میکنم شیشه جلوی ماشین بخار میکنم و شیشه رو میشکنم کلا که هم هوا به صورتم بخوره آزاد شیشه ماشینم خراب و هم دیگه گل و مه نشینه رو شیشم. ببخشید. باور کنید اینجا این دوستان ما الان داشتم صحبت میکردم من بی تربیت بیا پایین میشه جون. باور کن این دوستان ما این همه رو مثلا از بین بردیم دلیلش چی بود؟ پول در کار نبود که هیچی. دلیلش این بود چند تا قرص بخوریم چی بود علف ماریجوانا که بیارن برای این داداشمون کوف. باورت میشه؟ نه. ببینید So we meet again. Dude, so you guys are kind of what? Oh, yeah, we're gonna have a good time. بچه باورتون میشه الان مواد مصرف کردیم و صدای منم اینطوریه؟ یا پیغمبر دوستان برای ماموریت بعدی همونطور که میدونیم باگ داریم و نتونستم این ماموریت ادامه بدم. پس تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.